علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادری را گوش کردم، حدیثش حدیث صحیح است، هیچ گونه شک در رابطه با اون حدیث نیست. اما امروز آیا کشور اسلامی در کجا است؟ آیا مگر دولت افغانستان دولت اسلامی است؟ هر انسان دولت افغانستان و پاکستان و سعودی را دولت اسلامی بگه خودش کافر می شود. که جای این دولت اسلامی هستند، همه این دولت کفری هستند. و دولت تاجیکستان و دیگر همین پاسپورت که ما داریم همه دولت پاسپورت دموکراتی هستند. از خود افغانستان گرفته و ایران گرفته و پاکستان گرفته و تمام دولتایی که به نام مسلمانی هستند همش یک کفر هستند، دولت دموکراتی هستند. اما در حالتی که انسان یک هجرت بلدی می شود در تاجیکستان در دیگر جا نمیتونه که به دینت عمل بکنی، در اینجا میتونه که عمل بکنی. میره هجرت کردن صحابه اولی که هجرت کردن این مکه به حبشه را رفتن، دارالکفر بود. برای چی اونجا رفتن؟ برای اونجا گفته که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه نجاشی انسان یک پادشاه عادل است، هیچ کاری به دینش کار نمیگیره. و این افسانه که این میگه در کجا گفته که تو بدینی باشی؟ در امریکا در کجا گفته است؟ کی گفته که آیا همون دولت افغانستان دولت کفری نیست؟ همین دولت طالبان دولت کفری نیست؟ همین طالبان اولین نشست مطبوعاتی که ذبیح الله مجاهد گرفت همین نگفت که ما صلح داریم قطعی امریکا از طرف ما در امان است. صلح ابدیشون اعلان کردن و دیگر دولت‌های همسایه دولت کفریشون گفتن صلح ابدی در اسلام وجود نداره. در اسلام صلح موقت است، چند مدت میشه و اگر صلح ابدی شه جهاد از بین میره. هیچ جور این خیل نیست. همین دولت ایران و اینا دولت اسلامی نمیگن. همین طالبان که امروز اومدن گرفتن همینا در کجا تطبیق شریعت میکنن؟ در کجا به حکم الله کار میکنن؟ فقط به ادعاشون. در اصل عقیده اینا عقیده قبوری است و اینا ماتریدی هستند. در کجا پس اینا به حکم غیر الله کار میکنن؟ و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الكافرون ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. خب خود در کجا زندگی داری؟ در کدام دولت زندگی داری؟ میره سوالش بکنی. همه این دولت کفر هیچ فرقی نمیکنه، فقط ایش که یه دولت دیگر میره اونجا کمتر ظلمش مثل دیگر دولت ها نیست. اما حکم پاسپورت ها همش یکن. این ترس میکنه اتومات برو گرفته گفت زده است یا برو خونه برو بگو یا چیز تعلم بگی، یک چیز بفهم، حالت بفهم. یک آدم در تاجیکستان هم انسانی که هیچ رفتگی نیست خواهرشون قضیه العیاذ بالله زنا کردن. در افغانستان در همین افغانستان مرده که هیچ جا رفتگی نیست، مفتی زن دختر زنش قطعی همون ربی بش قطعی زنا کرده، دختر خودش قطعی دیگرش زنا کرده. همون افغانستانی که مسلمانش میگه ینگه هاشون قطعی زنا کرده هستند که ایشوهاشون جدا نشده. پس چیکار بکنن؟ اونا که هیچ جا نرفتن، در همون دولت اسلامی به زعم خودت کردن. پس چیکار بکنن؟ و از اونجا اونا که خارج بشن دلیل عقلی میاره. یک آدم اومد گفت خواهر ما میگیریم، یک آدم میخیل کرد، یک آدم کافر شد. این دلالت بر این یک نظام عام نیست. این چیزا خودت خوبتر میدونی. الله اعلم بالصواب. در افغانستان در بین مسلمانان زندگی داری ولی الامر تو مسلمانه. همون کسایی که میگن که ما امریکا قطعی صلح ابدی داریم و هیچ وقت جنگ نمیکنیم، از خاک ما زیدگان کافر هجوم نمیشود، پس اونها را مشرک هستند. در بین مشرکا دور زندگی میکنی. بلکه اونها را اگر ولی الامر بدونی و اونها را مسلمان بدونی خودت کافری. در انم خونه دی صدگی کافر شدگی هستی. خیلی یک دولتی که حاکمش مسلمان است و دولت اسلامی میگوی. خیلی حکم میکنی یک دارالکفر به دارالاسلام با کدوم؟ یعنی تو چی که اجازه دادگی است که کفر مسلمان میگی، حلال حرام میکنی. کسی کفر مسلمان بگه مسلمان اسلام کفر بگه کفر اسلام بگه خودش کافر میشه. این جهل مرکب داره. این کدومی هست دولت کفر اقامت کردن جایز نیست. این گپ هیچ کس اختلاف نداره. چه خیلی که گفتگو خودشان برای تجارت برای دعوت برای تعلم برای یگان ضرورت اینه، حاجت که انسان ضرور است. اما که همون دولت اسلامی که همونجا بریمو گجاده هست، یک دولت نه همش قانونشون یکه، همش امریکا را گوش میکنن، همش روسیه را گوش میکنن، نصفش امریکا را نصفش روسیه را گوش میکنن. همه اینو پس
حکم میده پاسپورت همش یکن. این دلالت بر جهل مرکب همین انسان جاهل میکنه. امروز فرزندت میتونه که با پاسپورت کفری، پاسپورت کفری تاجیکستان خلاص شد، پاسپورت کفری اوکراین گرفت، برای در مصر تعلم بگیره، در سعودی در جای دیپورت هم که کردن ایجاش رو میکنن، ترمش نمیکنن ان شاء الله. در حالی که فرزندات مثلا نوز عقیده را شروع کردگی نیستن، برانش تاجیکستان ترمش میکنن. امکان داره که در انم حالت انسان کافر بشود، در همون ترمه در حاضر شکنجه امکان داره که پشیمان بشود همون تعلم گرفتگیش. انسان ها کافر شدن برای به علمیشون و یک سبب است که در حالت ناچار انسان میگرش، این شاید سبب میشه که انسان دینش نمیآموزه، در حالی که پاسپورت تاجیکستان است، پاسپورت امریکا هیچ گونه فرق نمیکنه، همچون پاسپورت افغانستان و همچون پاسپورت مصر و همچون پاسپورت سعودی و دیگرش. الله اعلم بالصواب. همون آدمی که سوال داد سوالش بتی که پاسپورت تاجیکی را گرفتن کفر نیست؟ آیا پاسپورت تاجیکی طبق قانون دموکراتی نیست؟ پس فرق اون با این چی است؟ فرق پاسپورت تاجیکی از پاسپورت امریکا چی است؟ هردوش دموکراتی هست. دموکراتی هم طرفی فرانسه و انگلیا رسیده است به تاجیکستان. فرقی را بگو بیان بکن، مرحمت بیان بکن.